سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه دوم سپتامبر همراه شما. ریاست بازرسی اتومبیلی شهر دوشنبه به رانندگان توصیه داده است که تا روز 15 سپتامبر ماشین‌های خصوصیشان را در خانه بگذارند و از نقلیات شهری استفاده کنند. مقامات ریاست روز 2 سپتامبر گفتند که از همین روز به دلیل برگزاری مراسم‌های مختلف ایدانه به مناسبت 23مین سالگرد استقلال تاجیکستان و نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای بعضی از راه‌های مرکزی پایتخت بسته می‌شود. از این رو به گفته مقامات بهتر است مردم از نقلیات مسافربری شهری استفاده کنند تا در حرکت نقلیات مشکلی پیش نیاید. تاجیکستان روز 9 سپتامبر روز استقلالش را تجلیل می‌کند و روزهای 11 و 12 سپتامبر میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت تلاش‌ها برای بی‌آبرو و بدنام کردن حزب آنها نتیجه نداده است و برعکس ادامه این معرکه به شأن و اعتبار حکومت تاجیکستان تأثیری بد دارد. رئیس حزب نهضت در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی به نشر گزارش‌های تلویزیونی اشاره می‌کرد که در آن چندی از روحانیان و اعضای حزب نهضت به بداخلاقی متهم می‌شوند. صحبت اختصاصی را با محیدین کبیری همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه انجام داد. آیا همین انتخابات با مانند انتخابات‌های دیگر می‌گذرد و یا یگان تغییرات خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از نگاه ما باید این انتخابات بهتر بگذرد. اگر ما انتخابات را همچون یک عامل معین کننده حالت امروزی کشور و نشان دهنده سمت حرکت با آینده می‌دانیم، باید که بهتر بگذرد، چون از انتخابات ها وابسته است که این یک پیام هست به جامعه که کشور به کدام سمت حرکت دارد. طی 2 سال اخیر علیه حزب شما یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به اصطلاح یک معرکه سیاه‌کنی ادامه دارد و به نظر می رسد که در جامعه توجه به آبروی حزب هم لطمه وارد کرده است. شما چی فکر میکنید؟ آیا در انتخابات آینده همین کوشش‌هایی که از سوی حکومت شدن یا از سوی یک نیروهای شدن در حکومت تاثیر رسانده میتواند یا نه؟ این معرکه به اصطلاح شما سیاه‌کنی نشان می‌دهد که بعضی مقامات و دایره‌ها در دالان‌های حاکمیت خود را رقیب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌دانند و همچون یک شاخه یک حزب سیاسی برآمد کرده شدند. معمولا در کشورها و جامعه‌های دیگر رقابت بین حزب‌ها هست، نه بین یک حزب و حکومت. متاسفانه امروز بعضی مقامات کشور ما تبدیل به یک شاخه این آن حزب سیاسی تبدیل شدند، حالا که حکومت مال هم است. 15 شرکت وارد کننده مواد نفتی به تاجیکستان با نگرانی از کمبود محصولات نفتی و بالا رفتن قیمت آن از رئیس جمهور امامعلی رحمان خواستند که برای به اعتدال آوردن وضع مساعدت کند. این شرکت ها میگویند واردات محصولات نفتی به تاجیکستان طی چند هفته اخیر کاملا قطع شده است و در این مدت قیمت بنزین و سلرکه و دیگر محصولات نفتی نیز بالا رفته است. روز 2 سپتامبر قیمت 1 لیتر بنزین 95 وابسته به نوع آن از 5 سومانی و 60 درم تا 6 سومانی و 80 درم را در دوشنبه تشکیل میداد و در بعضی از نقطه‌های بنزین فروشی پایتخت نیز یافت نمیشد. با گفته شرکت‌های بزرگ وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان، روسیه فروشنده اصلی این مواد صادرات بنزین و سلرکه و دیگر محصولات نفتی را به بعضی از کشورها از جمله تاجیکستان کم کرده است. و مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند 4 نفر را با اتهام دزدی و آتش زدن خانه سوریا قاسمووا آوازخوان شناخته دستگیر کردند. وزارت امور داخلی روز 2 سپتامبر با نشر یک بیانیه کتبی خبر داد که مهیا قاسمووا مطلوب احرار و مزین بکنظرова و جمعه‌خان احراروف شب 24 به 25 ایول از خانه سوریا قاسم جواهرات و دیگر مال و اموال را با ارزش تقریبا $24,000 ربودند و برای پنهان داشتن جنایت خانه آوازخوان را آتش زدند. یک مقامی وزارت بر رادیو آزادی گفت که یکی از متهمان به دزدی جیان سوریا قاسمووا و 3 نفر دیگر همسایه‌هایشان بودند. علیه این افراد پرونده جنایی باز کردند.
و روز 1 سپتامبر در شهر دوشنبه مراسم گسل دسته تاجیکستان به بازی‌های 17 آسیایی برگزار شد که روز 19 سپتامبر در شهر اینچونی کره جنوبی آغاز می‌یابد. در هیئت دسته ورزشی کشور 100 نفر شاملند و در 18 نوع ورزش با رقیبان خود از کشورهای دیگری آسیا رقابت می‌کنند. بازی‌های آسیایی تا روز 4 اکتبر ادامه می‌یابند و در این مدت ورزشکاران تاجیک در باکس، جودو، گشتی آزاد، گشتی یونانی و رومی، ورزش سبک، تیراندازی، فوتبال، شناوری، کماوری و دیگر نوع‌های ورزش نیرو می‌آزمایند. پرچم تاجیکستان را در مراسم گشایش مسابقات موزون چاره و مشت‌زن و برنده نشان بازی‌های المپی لندن می‌بردارد و ویدیو و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.